درود دوستان، خیلی خوش آمدید در یک ویدیو ولاگ از من علی هستم. در سوئیس زندگی می‌کنم و ویدیوهای ولاگ از طبیعت، از جای خیلی قشنگش میگیرم. از نه تنها ویدیوهای طبیعت بلکه چالش و کل ویدیوهای فان میذارم. پس لایک، سابسکرایب فراموش نشه. امروز شما رو آوردم در یک از دریاچه‌های خیلی قشنگ که نزدیک شهر خود ما هست و ما متاسفانه هر از گاهی اینجا با اینکه نزدیک هست. وی دریاچه رو ببینید. بچه یک فکت میدونید سوئیس 1500 تا دریاچه داره. من خودم وقتی دیدم شاخ دارم. البته دریاچه کوچیکش هم حساب میشه ولی یک بزرگاشی بکنم یا 12 تا هست و یک از اونها اینجا نگاه کنید. چه گروهی درست کرده. ورود گاوا ممنوع. برخونه ندارن. نه. نباشت. میدونید اینا رو میتونید کرا کنید اینجا شب بمونید. بیان جلوتر نشون میدم. ویویش اون با دریاچه هستن و به نظرم خیلی نمیدونم چقدر قیمتشه. نگاه کن لاک هم داره. خوشحال هستم که این شب بمونم. با اینی رقم فیلم بگی باور که دلت دیگه منظرم میبینم کور کنیم محیط دارم. اینجا جای قراره بشینیم. خب ببینید چی داریم ما اینجا. تلمبه چی آپاش خیالت بکش. دو تام نریم قراره که حسابی خوش بگذاریم. بعد نه گل زدی منم. جوابش خیلی زیاده. چه هیکلی داره تو رو خدا. وقت هیجان و آدرنالینه. دوربین اکشن کامرا رو گرفتیم که بریم یکم هیجان میدیم. پس بریم. قراره که اونجا از هر شاخه درخت بپریم پایین به اینجا. نمیت ندیدم. کجا بخوای بندازی خدا یا خدا سیمتری کاملا اشتراک ها شاخه ماخه گیر نکنه. یا خدا عمقش زیاده. یا خدا
خدایی حال داد. آماده این برو. چه قایقی خدا همین که از ما بودی دوزکی آمدن داخلش فقط بچه قایق اجاره کردیم 30 فرانک برای 1 ساعت خیلی قایق دیگه کشتیه دیگه ماشاءالله حالا خدا صاحبش اومد خدا صاحبش اومد بگی بگی نکنه بگی بیا توفه شانس ما از اون برا جمع کرد آمده بخاطر که باران گرفت یک دفعه هوای سوئیس دیگه سورپرایز میتونه یک دفعه سورپرایز خیر است یک مسابقه برگزار میشه حال ماراتون یعنی نصف ماراتون و تو باید دور تا دور از دریاچه رو بدوی 21 کیلومتر 22 کیلومتر تو شرکت کنی تو اصلا دویش نمیدونی چرا دویش میخوام نه ولی خب 5 ایدهشو بگم سوسیال بود سوسیال خور تاریخ برگزارش که از که شرکت کنیم آدم نه چون مالا اکتبر است این آخرین قسمت دریاچه خب آره دیگه چاو خداحافظی کن بچه‌ها این بود از ویدیو امروز امیدوارم که شما لذت باشه برای ما که خیلی خوش گذشت از همینجا شما خداحافظی می‌کنیم پس لایک سابسکرایب فراموش نشه و شما از منظر لذت ببرید